سلام دوستان عزیزم، خوش اومدیم به این ویدیو. سلام. ویدیو جدید از آموزش 0 تا 100 OBS. همونطور که بهتون قول داده بودیم برای امیر آجر. بچه من یکم با خودم فکر کردم. حالا امیر آجر رو صحبت کنم، من بقیه‌شو میگم. آقا آمدیم اینجا که بهتون OBS رو آموزش بدیم. 0 تا 100 شد چیز میذاشو بگیم. علی تیرکس شروع. دوستان من یکم با خودم فکر کردم، گفتم امیر آجر یکم کم صحبت میکنه. نسبتا میخوام بگم بعضی از کارا رو ما انجام بده. خب حالا بریم ادامه ویدیو، حالا بهش میگم چند تا کارم انجام بده. خب دوستان OBS که شما اول میریزین، خب مثلا هیچی نداره، نسبتا هیچی نداره. اینجا یه دونه سکانس داره، حالا من یه دونه سکانس اد میدم. خب نه یه سکانس دو دامش سیاه شد، یه سکانس دو مال من کو من بچه ها الان این وسط یه آموزش گذاشتنش هم میبینین. الان آواتار رو بزن بیارش. مال خودم مال منه. بابا اینو برش میداری، اینو میذاری. خب مال من دیگه ایشالله. همش مال توه که. فهمیدم چی شد. مال من رو مال تو. فهمیدم چی شد. اوکی آقا. باز برعکس مال من اینجا باید میشه باشه. مال میشه باید اینجا باشه. بچه ما خواهیم ویدیو گیم هم بذاریم ولی متاسفانه نمیکشه، نمیدونم چرا. حالا بعدا اوکیش میکنیم. حالا میذاریم انشالله. بعد سنس گذاشتی، این سنس درست کردیم. ای بابا یه دونه سنس باید بریزیم. خب حاجی سنس تا ته چیز میره. بابا میخوام بذارم این نمیذاره. نه اینو نگاه تا ته میره همین. آقا ولش کن. خب سنس های بالا بعدا بهتون اوکی میکنم. شما که اول هیچ کدوم از اینا ندارین، یه دونه سنس دارین. بعد برای اینکه بخواین اینا مثلا من این چیزا داشته باشه، یه دونه باید دیسپلی نکنین واسه دیسپلی کپچر، یه دونه باید اینو اد بدین قشنگ همه رو بتونه ببینین. مثلا این همه جا وا باشه. ما که الان ریپورتش میدیم چون ما داریم الان ریپورتش میدیم. الان ریمووش میدم. خب این برای اینکه مثلا بتونی از خود صفحتون فیلم. آره. بعد میریم اگه خواستیم آواتار هم بذاریم که گفتیم تو کلیپ ساخت آواتار. حالا من بدم بهتون میگم. اگه خواستین گیم بذارینم برای گیم میریم تو قسمت گیم کپچر. آره یه دونه گیم کپچر باید وا کن. خب آره. حالا مثلا فرض کنین من این نیستم. خب مثلا این نیست. آره. خداحافظی کنیم با این کپچر. نکن من کپچر دو. مثلا فرض کنین اون نیست. اینو بدم کدوم بود؟ اوکی. فرض کنین این نیست. مثلا بعد من اینو میذارم اینجا. بعد میخوام بیاد. اینو نکنین. یعنی اینجا اونو میزنید، یه دونه اینو میزنید، یه چند تا میزنید. از میارینش واسه بعد مال توی این که مال من. مال توی که خود دیگه خب بکشش بالا. مال توی خب ولش کن. اینو حالا مال تو. مال من. خب میاری اینجا. بس اومد چه قشنگه نه؟ این چیزایه. ایوه مثل اینکه یه بار وا کردم میشه نمی، ولی خب همونطوری میبینی میاد. من اینو برش دارم ببندمش. خب تو برگرد. خب تو بیا برگرد سرجا. بعد اینجا که میاد خب یه دونه گیم کپچر. بعد مثلا شما از بازیتون بیم بگیرید. اینا که میذاری رو حالت مثلا من این گیم کپچر ندارم، اینو پاکش میکنم من. یه دونه دیگه میذارید، درست میکنید، رو حالت دومی میذارید و اینجا میذارید اسم بازی رو باید بذارید. نه که توجه کنید اسم بازی رو باید بذارید که بیاد. بعد وقتی زدیم میزنیم توی قسمت چیز. قسمت چیه؟ قسمت یه جاشو باید اوکی میکردیم دیگه. نه همین اوکی. بعد حتما این چیتون گیم کپچر برای بازیه رو پایین این دوتا بذارید که این دوتا هم بیان. مثلا این آواتارتون هم حتما بیاد. آره. چون اگه یه طوری بشه که آواتارتون نمیاد، فقط صفحه بازی داره میاد. برای صدا هم باید همین چیزو. برای صدا هم یه چیز دیگه است. مثلا صدا نکنه آدیو اینپوت کپچر، اینو که بزنی خب قسمت دو از دیفالت درش شده بالا میکروفون خود بزنید. من حالا اوکیش کردم، حالا نمیخواد. اینو من پاکش میکنم.
و چیز دیگه هم نداره و یه دونه ویدیو کپچر دیوایس داره. خب اینه که بزنید برای اینه که از ویدیو خودتون فیلم بگیرید، یعنی چه خودتون دیسکورد. راستی ما میتونیم یاد داریم که براتون استریم هم بذاریم، اگه خواستین یاد نداشتین بهمون بگین براتون استریم منظورت دیگه؟ آره استریم هم براتون میذاریم، یعنی ساخت استریم هم براتون میذاریم. این گیم اینه که بهتون گفتم ویدیو کپچر دیوایس. این برای اینه که بتونید شما با وبکم یعنی صورت خودتون رو بیارید. حالا من ندارم، یعنی دارم وبکم برنامه‌اش نیاز به برنامه خاصی هم داره نسبتا، مثلا به برنامه خاصی نیاز داره و اون برنامه خاص هم فکر کنم وبکم مکس بود اگه یادم باشه. و ایناش که تمام شد بیان قسمت ستینگ که بیاین خب یه چنل براتون وا میشه. آره اگر مثلا لگ زد اینا میتونیم بیایم قسمت اینو هنوز باید بود. این جنرال که زیاد کاری نداره، این قسمت استریمه. آره برای استریم باید اوکیش کنیم. استریم که میخوایم بزنید اینجا نوشته سرویس، اینو شو حالا بزنید و جای چیزی که میخواین رو برده انتخاب کنید. مثلا من آپارات رو زدم، شما خواستین یوتیوب هر چی. اینو مثلا من آپارات رو زدم، کجا رفت بیاد اینم آپارات. بعد یه استریم کی میخواد، استریم کی از داخل خود آپارات برمی‌داری میذاری اینجا، اوکی میزنید. بعد اوکیش رو زدین اینجا یه دونه استریم کی هست، استریم استارت استریمینگ، اونو که بزنید استریم شروع میشه. آفرین استریمتون شروع میشه. و حالا بریم قسمتی که اگه لگ زد ویدیوشون، بعد اینجا هم که اوتپوت یعنی بیاد بیرون، مثلا ویدیو بیاد بیرون در مورد استریم و ایناش که اوکی. خب ایناش زیاد مهم نیست، ولی من به سلیقه خودتون میتونید اوکیش کنید. مثلا اینجا نکنید مال من ادوانسد، خب خودم عوض کردم. اینجا من فایل اصلا ویدیو بیاد اونجا گذاشتم، حالا میتونید عوضش هم کنید و بذارید. اینجا آدیو هم که میکروفون چارج اوکی. اینجا برای آدیو هم که همین میتونید تنظیم کنید که البته اونایی که بهتون گفتم گذاشته همین کارو میکنه. خب قسمت ویدیو این حتما باید رو بالاترین حد ممکن باشه، چون نباشه لگ میشه. این هم که برای ویدیوتون مثلا که چقدر بیاد بیرون، مثلا با چه کیفیت بیاد بیرون، که من چون کامپیوترم زیاد لگ میکنه برای همین گذاشتمش روی این حالت نسبتا. و FPS هم اینجا من حالا پایین گذاشتم، شما برای گیم باید تا ته بذارید بالا، برای آموزشی تا 30 باشه کافیه. هاتکی هم که اینجا نکنید، مثلا برای ویدیو رکورد مثلا تا میخواین ویدیو رو شروع کنید دکمه میتونیم بذاریم، یعنی میتونید بعد خودتون نگاه تا کنید. اینجا دیگه تمومه دیگه چیز خاصی نداره. دیگه چیز خاصی نداره نسبتا، همشون تو جایی که باشه اوکی دیگه. خب تموم، خدافظ. آدش امیدوارم که با این ویدیو چیز دیگه هم نموندی به شما بودش بدم دیگه. نه اوکی، امیدوارم که با این ویدیو همه چیزای اینجا رو یاد بگیرید. امیدوارم که از این ویدیو لذت کامل برده باشید و تا ویدیوی بعدی فعلا خدا حافظ.